سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. ما رسیدیم به درس نهم رازی موفقیت از براین تریسی که آن را حالا پیشکش شما عزیزان میکنیم و این درس نام دارد همه موادها و جزئیات مورد نیاز کسبتان را بیاموزید. لطفاً عزیزان قلم، روچکه و یا دفتری خود را به نزد خود بگیرید و فراموش نکنید که بعضی فکت ها و رقم ها را باید نویسیم. دان کندی عزیزان میگوید که اگر در آنچه که کار میکنید بهترین باشد، چیزی نیست که بتواند شما را از کسب درآمدی بیشتر و یا پایان روی زینه های ترقی باز دارد. خوب، بازار کار امروز به کسی که عالی کار میکند پاداشی عالی و به کسی که میانه کار میکند پاداشی میانه میدهد و برای عملکردهای پایین تر از میانی پاداش جز شکست و از ریشه کندن نیست. هدفتان این باشد که در رشته که انتخاب کردید یک متخصص باشید و با آموزش هر موضوعی که به رشته‌تان مربوط می شود بتوانید کارتان را بهتر و بهتر انجام دهید و تمام مجله های مربوط به ساحه کسب و رشته‌تان را مطالعه کنید و آخرین کتاب ها را نیز حتما باید بخوانید. در جلسه ها و سمینارهایی که توسط متخصصان شناخته برگزار می شود شرکت کنید و طبق قانون تجارت هر فردی که بتواند بیشترین اطلاعات را در هر رشته جمع آوری و استفاده کند خیلی زود به قله آن رشته خواهد رسید. اگر در قسمتی فروش کار میکنید جسور باشید و در تمام زندگی سعی کنید روش‌های فروش را مطالعه کنید. در بسیاری از کشورها حدود 20% فروشندگان به طور میانه 16 برابر بقیه 80% فروشندگان محصولات خود را می فروشند. اگر در قسمتی مدیریت کار میکنید تصمیم بگیرید که مدیری کسبی برجسته و آگاه باشید. هر روز استراتژی ها یعنی روش ها و تاکتیک های مدیری را یاد بگیرید و سعی کنید هر روز از پیشنهادهای نو استفاده کنید. خوب، یک هدف را برای خودتان مشخص کنید تا در تجارت یا کسب خود بهترین باشد. یک چیزی کوچک، دیدگاه یا ایده نو می تواند نقطه گردشی پیشه انتخاب کرده و یا همان شغل شما باشد. هرگز جستجو را برای پیدا کردن آن قطع و یا متوقف نکنید. اینجا عزیزان یک تمرین عملی هست و من خواهش میکنم که این تمرین را حتما شما نویسید. تمرین عملی میگوید عزیزان که گرایش های گوناگون تجارت را آموزید. چه قابلیت های هسته‌ای و مهارت های کلیدی لازم دارد تا شما را در آینده در کسب خود پیشرفت نماید. همین امروز طرح بریزید تا بتوانید این مهارت ها را بیاموزید و سپس هر روز از آنها در زمینه فعالیت خود استفاده کنید. در پایان این درس عزیزان من بسیار میخواهم شما بدانید که آن درس هایی که ما به شما پیشنهاد میکنیم از کتاب براین تریسی 21 رازی موفقیت میلیونرها هست. یعنی 21 رازی موفقیت میلیونرها و یا افراد ثروتمند که توانستند از روی این پرینسیپ ها
زندگی خودشان، تجارتی خودشان در رشد دهند. خوب، اگر ما این درس ها رو برای آن ویدیویی کردیم که تا اینکه شما اگر بیرون هستید و دسترسی به این گونه کتاب ها ندارید، اقلاً از همین ویدیو درس ها برای خود چیز بگیرید. و آنچه که ما پیشکش شما عزیزان میکنیم فشردی سخنرانی های افراد بزرگ و موفق است که باوری کامل داریم که با شنیدن و با عمل پیوند دادن این اندیشه ها شما حتما میتوانید که پیروز و موفق بمانید. خوب، به پایان درسی نهم رسیدیم و تا درس های دیگر کامیاب و سعادتمند بمانید و همیشه با برنامه خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید. خودتان را احتیاط کنید.